آیا می‌دانستید که حیوانات دنیا را متفاوت از ما می‌بینند؟ بیایید سعی کنیم دنیا را از چشم حیوانات ببینیم. از مارها شروع می‌کنیم. نحوه دیدن آنها کاملاً با ما فرق دارد. آنها گیرنده‌های حساس به فروسرخ در پوزه‌شان دارند. این به آنها اجازه می‌دهد تا گرمای ساطع شده از پستانداران خونگرم را ببینند. حالا به سراغ گاوها می‌رویم. این حیوانات بزرگ رنگ‌ها را به خوبی انسان نمی‌بینند. آنها نمی‌توانند رنگ قرمز را ببینند چون گیرنده‌های لازم برای آن را در شبکیه چشمشان ندارند. بنابراین فقط تفاوت‌های رنگ آبی و سبز را درک می‌کنند. همچنین دوست ندارند کسی از پشت به آنها نزدیک شود. آنها دیدی تقریباً پانوراما دارند و تنها نقطه‌ای که نمی‌بینند درست پشت سرشان است. پس اگر روزی خواستید یواشکی به یک گاو نزدیک شوید، حتماً از قبل به او خبر بدهید. اسب‌ها به خاطر جایگاه چشمانشان یک نقطه کور درست جلوی صورت خود دارند. این یعنی آنها نمی‌توانند چیزهایی را که مستقیما جلویشان است ببینند. همچنین رنگ‌های زیادی را مثل ما نمی‌بینند. دقیقاً مثل گاوها دنیای آنها بیشتر از سبز، زرد و آبی تشکیل شده است. چشمان ماهی‌ها گیرنده‌های فرابنفش و لنز کروی‌تری نسبت به انسان‌ها دارند. این به آنها دیدی تقریباً 360 درجه می‌دهد. از نظر رنگی آنها قادرند تمام رنگ‌هایی را که ما می‌بینیم ببینند. اما چون نور در زیر آب متفاوت عمل می‌کند، در تشخیص رنگ قرمز و سایه‌های آن مشکل دارند. ماهی‌های اعماق دریا به راحتی می‌توانند در تاریکی ببینند که خیلی جالب است. از طرف دیگر کوسه ها اصلا نمیتوانند رنگ ها را تشخیص دهند، اما زیر آب خیلی واضح‌تر از ما میبینند. پرنده ها راههای منحصر به فردی برای دیدن دنیا دارند. برخلاف انسان ها، پرنده ها میتوانند نور فرابنفش را ببینند. این به آنها کمک میکند تا نرها و ماده های گونه‌ای خود را از هم تشخیص دهند و همچنین در محیط اطرافشان بهتر مسیریابی کنند. همچنین آنها در تمرکز کردن بسیار ماهرند. به عنوان مثال شاهین‌ها و عقاب‌ها می‌توانند روی یک موش کوچک در مزرعه از فاصله 1 مایلی یعنی حدود 1.6 کیلومتر تمرکز کنند. یک کبوتر می‌تواند تمام جزئیات ریز را ببیند. پس اگر روزی نیاز داشتید یک ترک کوچک در پیاده‌رو پیدا کنید، از یک کبوتر بپرسید. ضمناً دید 340 درجه دارد و به طور کلی بیناییش 2 برابر یک انسان در نظر گرفته می‌شود. حشرات هم الگوهای دید عجیب غریبی دارند. مثلا مگس‌ها هزاران گیرنده چشمی کوچک دارند که با هم کار می‌کنند تا تصویر کلی از آنچه در اطرافشان اتفاق می‌افتد به آنها بدهند. و این را هم بدانید آنها همه چیز را آهسته می‌بینند. علاوه بر این می‌توانند نور فرابنفش را ببینند که به آنها در برقراری ارتباط کمک می‌کند. زنبورها مشکلات خاص خودشان را دارند. آنها نمی‌توانند رنگ قرمز را تشخیص دهند. برای آنها قرمز شبیه به یک آبی تیره است. حالا موش‌ها، این موجودات کوچک هم نمیتوانند رنگ قرمز را ببینند، اما این عجیب ترین بخشش نیست. هر کدام از چشم‌هایشان به تنهایی حرکت می‌کند، بنابراین همیشه همه چیز را دوتا می‌بینند. واقعا جای تعجب است که به دیوارها بیشتر از ما برخورد نمی‌کنند، مگه نه؟ گربه‌ها سایه‌های قرمز یا سبز را نمی‌بینند، اما سایه‌های قهوه‌ای، زرد و آبی را به خوبی می‌بینند. و علاوه آنها دید واید دارند، بنابراین می‌توانند چیزهای بیشتری را در کنارها ببینند. اما این تنها نیست. وقتی هوا کاملا تاریک است، گربه‌ها شبیه نینجاها میشوند و 6 برابر بهتر از ما میبینند. مرغ‌ها که چشمانشان مثل جادو با هر نوری سازگار میشوند. سگ‌ها چطور؟ این دوستان پشمالو نمیتوانند قرمز یا آرنجی را ببینند، اما در دیدن آبی و بنفش عالی عمل میکنند. و علاوه میتوانند 40 سایه از رنگ سبز را تشخیص دهند. قورباغه‌ها حتی به غذایی که حرکت نمی‌کند توجه نمی‌کنند. ممکن است یک بوفه پر از حشرات خوشمزه اطرافشان باشد، اما اگر تکان نخورند، قورباغه‌ها حتی نگاهی هم به آنها نمی‌اندازند. آنها موجوداتی خیلی دقیقی هم نیستند. اگر چیزی برایشان مهم نباشد، مثل یک سایه، حتی به خودشان زحمت نگاه کردن به آن را نمی‌دهند. چشمان آفتاب‌پرست‌ها می‌توانند به طور مستقل از یکدیگر حرکت کنند، بنابراین می‌توانند همه چیز را در اطرافشان بدون اینکه سرشان را بچرخانند ببینند. حتی می‌توانند 2 تصویر را در همزمان ببینند، مثل یک فیلم دوگانه، یکی در جلو و یکی در عقب. خیلی تاثیرگذار است، نه؟